سلام، روزتون بخیر. قرار امروز ربات تلگرامی تایم فارم رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد اینکه از طریق لینک عضویت وارد این ربات شدید، این گزینه اوپن اپ رو فشار میدید. صبر میکنیم تا بارگذاری بشه. خب این صفحه اصلی هستش که به محض اینکه وارد این ربات میشیم یه گزینه آبی رنگی هستش که گزینه روش نوشته کلیم. صفحه اصلی اون هستش. اینو که میزنیم در واقع اون امتیازایی که جمع آوری کرده رو برداشت میزنه و بالا انتقال داده میشه. بعد دوباره استارتش رو میزنیم به همین شکل. دوباره شروع میشه. مدت زمانش 4 ساعت دیگه. دوباره 4 ساعت دیگه باید بیایم دوباره داخل این ربات این کلیم رو بزنیم و برداشت کنیم. خب یه گزینه داره این بالا، گزینه آپگرید. از رو گزینه آپگرید فشار بدید. الان در حال حاضر ساعت شنیمون این هم اولیه است، سمت چپ بالاست. ساعت شنی دوم که بخوایم بخریم میگه که 2 برابر میکنه هر 4 ساعت که میخواد پاداشی که بهمون بده رو. قیمتش هم 1 میلیونه. ساعت بعدی 3 برابر میکنه، قیمتش 1,500 به همین شکل. سعی کنید همینجوری لولش رو ارتقا بدید. با جواب‌آوری که میکنید راحت‌تر بتونید سریع‌تر پاداشای بیشتری بگیرید. یه قسمت داره، قسمت تسک. میگه اگه این تسک رو انجام بدی بهت یه سری از پاداشا رو میده. مثلا الان میگه کانکت والت، کلیم رو بزنیم. من کانکت شده بودم قبلا، حالا توضیح هم بهتون میدم که چجوری به کیف پولتون کانکت بشه. حالا این کلیمشو من نزده بودم، کلیم رو میزنم 250,000 تا بهم میدم. الان نکنیم 250,000 تا اومد اینجا. خب یه سری کارهای دیگه هستش، مثلا میگه تو توییترشون عضو بشی یا نمیدونم تلگرامشون عضو بشی. اینا رو استارت بزنی بهتون پاداش میده. قسمت فرندز هستش. این قسمت اینوایت ای فرند. این گزینه رو فشار بدید، لینکشو میتونید به دیگران بفرستید و از طریق عضوگیری زیر مجموعه گیری یه سری پاداش هم به شما تعلق میگیره. این قسمت هم که قسمت کافش نفر اول نشون میده چقدر دعوت کرده. 18,800 نفر دعوت کرده. همینجوری به همین ردیف تا الی آخر نشون میده. خب بریم قسمت A. قسمت A گزینه اول قسمت استیکینگ که فشار میدید مبلغی که جمع آوری کردید، هر چند به اصطلاح دلار یا هر چند ارز جمع آوری کردید میتونید اینجا سپرده گذاری کنید. استیک در واقع همون سپرده گذاریه. استیکینگ که بزنید به همون میگه 3 روزه میخواید، 15 روزه میخواید یا 45 روزه. 3 روزه 3% سود به تعلق میگیره، 15 روز 10%، 45 روز 35%. حالا به فرض مثال ما 45 روز رو میزنیم. خب اینو که میزنیم میگه که انتخاب کن چند درصد از سرمایت رو میخوای درگیر این کار کنی. به فرض مثال 25%، 50%، 75% و ماکسیموم. ما ماکسیموم رو میزنیم، دکمه ادامه رو میزنیم. خب 314,400 مقداری که به مدت 45 روز قفل میشه. تاریخش هم زده که بعد 45 روز میتونید کلیمش کنید. 35% سالیانه است. ارنینگ 110 تا همون پاداش میده. ما استیکو میزنیم. من دارم بهتون آموزش میدم که ببینید چی به چه شکل هستش. خب اینجا اوکی شد. الان میبینید که مراحل استیکینگ انجام دادیم. به محض اینکه تمام میشه میتونیم اینجا دکمه کلیمون بزنیم و سودمون رو با مقدار استیک کردی برداشت کنیم. خب من میام عقب، بعد ببندیم یه بار دیگه باز کنیم. یه خورده باگ دارن اینا اصطلاحاً، مجددا بریم داخلش. خب اینو بهتون قسمت استیکینگ رو گفتم. حالا یه گزینه دوم هم هستش، اوراکل آف تایم.
یه سری سوالا هستش که روزانه ازتون سوال میکنه، سوالایی که اگه جواب بدید، جواب درستش بدید، بهتون یه سری پاداش میده. این سوالا رو میتونید از توی اینترنت هم سرچ کنید در میاد. حالا تا اونجا که مقدور باشه من جواب سوالا رو داخل پیجم میذارم و هر روز آپدیت میکنم. میگه که اگه جوابش درست بدید این مقدار 100,000 تا از اون دلارا بهتون میده. میریم بیرون. این قسمت هم داره استور فروشگاهشه که اصطلاحاً میگه که رباتشه این قسمت. اگه رباتش رو فعال کنید دیگه خودش استخراج میکنه دیگه، نیازی فکر میکنم نباشه هر 4 ساعت یک بار بیایید و کلیمشو کنید. مقدارش هم که خودش داده بوده 5 تن بوده، الان تخفیف زده به اصطلاحاً مثلا کرده 1 تن. حالا تن چی هست؟ ارز خود تلگرام هستش که مقدارش هم اگه اشتباه نکنم تقریبا $7 در حال حاضر، 6 خورده 6 و 7 دلار، $7. میتونید دکمه بایش رو بزنید و مقدار 1 عدد ارز تن بهش بدید و ربات رو فعال کنید که ما حالا اینجا نمی کنیم. خب قسمت مهمش که قسمت ولت هستش. این گزینه که بزنید من قبلا به ولت بس شده بودم، حالا دیسکانکتش میکنم. یکی مطمئن میخواید دیسکانکت کنید؟ بله، بهتون آموزش میدم چجوری ولت رو کانکت کنید. خب بعد که وارد این قسمت گزینه میشید، گزینه کانکت یور تون ولت رو میزنید. خب میگه انواع کیف‌های مختلف هستش، معرفی میکنه که به کدوم کیف پول میخواید متصل بشید. معمولا کیف پولی که ترجیح میدیم کیف پول تون کیپره. این گزینه اینو میزنیم، وارد کیف پول میشه. دوستان من یه نکته بهتون بگم، سعی کنید کیف پولایی که میخواید متصل باشید داخلش ارز نداشته باشید واسه امنیت بیشتر. خب این گزینه از ما اجازه دسترسی به کیف پول رو میخواد. ما کانکت ولت رو میزنیم، رمز کیف پول رو اینجا میزنیم، اینجا الان کانکت شد. صبر میکنیم دوباره برگرده داخل خود ربات. خب اینجا آدرس الان کیف پولمون رو گذاشت، یعنی که به کیف پولمون متصل شده. بچه سعی کنید که از آپگریدش استفاده کنید، حتما ساعت شنیاتون رو ارتقا بدید تا بتونید امتیازهای بیشتری جمع آوری کنید.